سوره نصر یعنی پیروزی در مدینه منوره نازل شده است و از 3 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح. به نام الله بخشاینده مهربان. چون یاری الله و پیروزی یعنی فتح مکه بر کافران قریش آید ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. و مردم را ببینی که گروه گروه به دین الله می درآیند. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقتی چنین شد پس پروردگار خود را سپاس گوی و از او بخشایش بخواه که او توبه پذیر است.